ما قرآن نازل کردیم و ما او را حفظ میکنیم. و در زبان عربی فکرتان باشه که بعضی کسایی که بیدین هستن احیانا تشویش برتان ایجاد میکنه. در زبان عربی یکی مسئله است که الله در عقیده صحبت میکنه، قل هو الله ضمیر مفرد میه. اما وقتی که از عظمت و بزرگی خود صحبت میکنه میگه انا، نمیگه که انی انا من، میگه انا. چرا انا میگه؟ به خاطر ازی که اگر نامه های پادشاه های قدیم هارون رشید هم بخواین، هارون رشید نمیگه که انی انا هارون رشید، میگه انا هارون رشید. به خاطر ازی که این اسلوب عظمت میگه، بزرگی. یک کس میخواد بزرگی خود برای جانب مقابل نشان بده، ضمیر جمع استعمال میکنه. مثل ما و شما در فارسی برای مادر خود نمیگیم تو، میگیم شما. مادر خود یکی است. چرا شما گفتی؟ شما خود ضمیر جمع است. یک خارجی سرت انتقاد کنه برش میگی برادر ما از نگاه ادب برای استاد خود تو نمیگیم، شما میگیم، در حالی که یک شخص است. این حال شاگردی که برای استاد خود والا تو گفتی تو گفتی، اما اعضای مجلس حتی استاد میفهم والا می شاگرد ما بسیار بیادب از گپ زدن خود یاد نداره، تو استعمال میکنه. متوجه باشین کسایی که مشکلات ادبی در الفاظ دارن، برای بزرگای خود، برای والدین خود، برای استاد خود، برای یک ریش سفید بزرگ تو استعمال میکنه. کاکا تو دیروز تو نگفتی، استاد تو دیروز تو گفتی. از همین تو گفتنش میفهمی که بیچاره مشکل اخلاقی و ادبی داره. پس در قرآن عظیم شان هم عظمت رو اسلوب عظمت، اسلوب تعظیم میگن، اصطلاح ادبی هست که به خاطر بیان کردن عظمت خود الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ انا ما ذات با عظمت که تمام کائنات تحت تصرف ماست، از ملائکه گرفته و تا جنت و تا دوزخ و تا شیطان کلش زیر قبضه ماست، خدا شور داده نمیتونه. ما این قرآن نازل کردیم. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون.